الحمدلله امروز که هممون زن هستیم، شوهرها حکمش واجبه. جای دیگر میگه اگر شوهر سر تا پا در یاره گرفتار باشه که خون و ریم و زردال از بدن او چکه، اگر زن با زبانش این خون و ریم میگه تازه کنه، هنوز هم حقوق زنیش به جا نآورده. امروز ما زن میگیم اگر شوهر یک گپ ما 10 گپ نازن بلو میگیم. امروز ما زنیم توی میریم معرکه میریم، حتما نزد آینه میریم، خود منفصل میکنیم، غسل میکنیم، با دوخیا و دیگر و دیگر و دیگر. بسیار خواهران میبینید صد دارم هم خیلی کراسکه کدگی هست، زینت میکنن، خوشروگی میکنن، میرون توی دیگر و دیگر. چون خانه میبین حتما باید وای لباسه علیش کنن، پیش گاه میرن، چیکار میکنن، عرق میکنن، فرق نداره. شب نزدی همون حلالی که الله به اون نصیب دیده، وقتی که نزدی او میبین برای او هر خیل میشود. به همین خاطر میگن که مردهای ما بدبختن، به همین زمان ما زندگی میکنیم. زینت او خوشبویی میکنیم نزد مردای نامحرم ده، اگر او خیرانیم عیبه، اگر ها بگوان فلان جا ته بهمون لباس خانه هرگیز نمیروم، میگه عیبه چکرمون. نزد شوهر خود که الحمدلله حق و حلال خود مونه، برای او بیچاره هر خیل میشود. وقتی اگر با او زن گیره، با مقطعی او چقدر مقابل نشان میتیم که من چیکار کردم تو زن میگیری. خوشروگی زن در صورت زن نیست، خوشروگی زن در سیرت زن است. خوشروگی زن علم زن است، خوشروگی زن رفتار زن است. وقتی زن رفتار خوب کرد، او بی‌ادبی او را همون رفتار خوبش پنهان میکنه. وقتی زن رفتاری بد کرد، اگر او ماه بر اینم خوشرو باشه، او خوشروگیش رفتاری بدش پنهان میکنه. پس امروز وقتی شوهرای ما عیدر میگیرن، باید ما چهره کشاده داشته باشیم، باید ما تازه باشیم، باید ما خوشبویی داشته باشیم. هر لحظه الحمدلله وقتی که بالای جای نماز میبیاییم، سخن با الله خود میکنیم، انشاءالله میگه گناه های انسانی رخته میشه. میگه در حدیث خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک وقت فصل میگه تیرماه بود، میگه ابوذر غفاری میگه با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون برآمدم و میگه برگاه درخت میگه در اون زمان زرد شده بود و حبیب الله صلی الله علیه و سلم درخت گرفت شاخه یا میگه تکن و در این حالت گفت چرا سوال نمیکنی ای ابوذر؟ وقتی که میگه در پاسخ در جواب گفت که چگونه که این برگ‌های تکان دادم درخت از شاخه برگ‌ها ریختن، همین است مثال نماز پنجگانه. هر بنده که 5 وقت نماز وقت ساعت خودش خوان، چگونه که این برگ‌ها از شاخش ریختن، از بدن بنده میگه گناه همه خیلی میریزه. سبحان الله، این نماز بسیار یک نعمت بزرگ است، بهترین نعمت که الله به ما و شما داد. الله میدانست که شیطان وسوسه اجازه داد، این بنده در وسوسه شیطان داده شده میشه، به خاطر این باز نماز داد که انسان به خواندن نماز انشاءالله که گناهاش میریزه. الله مهربانه الحمدلله. این نمازهایی که میگه هی خمسون و هی خمسونه، این نمازهایی که میگه شما میخونه به اعتبار خواندن 5 وقته میگه به اعتبار پاداش، الله میگه در پاداش شما به 50 وقت نماز مینویسن. اگر نمازی که با خشوع و با خضوع باشه، سر به سجده روی و سبحان ربی الاعلی یکش در ره باشه، دیمش در زمین، سیمش با در برداشتن زم سر، این گونه نماز نزد الله قدر قیمت نداره. نمازی که در رکوع میره، رکوع بالا نشده در سجده میره، این نماز خشوع و خضوع نداره. نمازی که بالای جای نماز یه فکر در دیگر جایه، کسی میبیا به اشارت اون را بیا میگی، کسی به اشارت بوشی میگی، چیزی که در فکری تو کینچه، اون نماز نزد الله یکان قدر قیمت. الله منتظری محتاج نماز ما و شما نیست. ما این نماز از حد دوزخ میخوانیم که الله ما را نگه داشت و الحمدلله الله به این نماز ما را داخل بهشت نمیکنه. الله نظر به رفتار ما نمیکنه، نظر به پاکی ما میکنه. الحمدلله انشاءالله که نماز خشوع و خضوع داشته باشه، الله مهربانه انشاءالله. وقتی که خشوع و خضوع قطعی خواندیم، این نماز برهان میشه، نور میشه، در روز قیامت دستگیر ما و شما میشه. وقتی نمازی که خشوع و خضوع نداره، یعنی که خشوع و خضوع آرامانه نباشه، به آرامیش دل نباشه، در سجده و در رکوع ما آرام نباشیم، در حالت خواندن سوره به درستی تلاوت نکنیم، به آرامی تلاوت نکنیم، این نمازها خشوع و خضوع نداشته باشه، میگه این نمازها به مانند لطف‌پاره میشه، جایدن
و میگه کلافت کرده برای انسانی زده میشه نوزن بلا. یا اینکه جایی ده میشینیم به وضوع، یا که جایی میرویم انسان مسلمان باید همیشه پای به طهارت باشه، او باید لباس بینماز نداشته باشه و همیشه که مادرای ما که پیرن یا در اجازت که میشود که ازاراشون بینماز میشه یا جای دیگرشون اونا خیلی با لباس نمازی میپیشن نمازشون میخونن، اما ما یوشیم ما برای چی لباس بینماز داریم؟ خواه در خونه باشه خواه در دیگر جا بسیار معرکه در نیستیم خیلی خواهران نمازتان خونه فسانن بهترین مطریال در تنشونه میگه بینمازه. شرم داره زن مسلمان پاکی از اسلام هست چگونه او پاک لباس فسانیش پوشیده میتونه او را پاک کرده نمیتونه، چگونه او لباس زیباترین در بدن میپوشه او پاک نیست نماز نمیخونه. یا بار انسان خودش فکر کنه بهترین نعمت خواندن نمازه، شخصی که نماز نمیخونه و با نجاست برابر ده. این گپ ما نیست. یا بار خودتان فکر کنه ایزار در پیشاو درستید نجاست درستید یا تیفل در همونجا پیشاو خدا درستید نگه که چی شید؟ به نماز شید. همین گپی خودی بنده نگه به نماز شید. که فکر کنه همه به نماز برابر ده هم پیشاو است. انسانی نماز نمیخونه و برابر با نجاست است. در دنیا بدبختترین انسان به نماز است. فرق در میان ده حدیث میگه فرق در میان مفهوم حدیث در میان مرد مؤمن و کافر و مشرک چیز میگه به حبیب الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در پاسخ نمیگه که عرب و تاجیک و روس و امریکانس نمیگه، میگه خواندن نماز در وقتش. هر شخص هر بنده که 5 وقت نماز وقت و ساعتی میخونه اگر او روس هم باشه الحمدلله او مسلمان. فرق در زبان نیست، زبان هر ملت سخن میکنه، اما هر بنده که ایمان داره خدا با یگانگی میشناسه حبیب الله با رسول خدا میشناسه الحمدلله 5 وقت نماز وقت و ساعت خود میخونه او مسلمان. اما وای بر حال انسانی که خود مسلمان هم میگه اما نماز نمیخونه بین امروز میگه این معرکه ده میخواد دیگران خود نماز میخونه خونت میره با نماز قضایی این گونه انسان مشرک است. میگه گناه مشرک ای کافر زیاد است. کافر بر کافر بودن خودش تصدیق میکنه در روز قیامت. وای بر حال مشرکی میگه بین مسلمانان و من مسلمانم بین بینمازا میرم میشنه میگه با میرم خانه ده میخونم. میگه هر بنده که یک نماز بدون عذر نداره 6 تا میگه لباس بینمازا او عذر نمیشه. در زن عذر در 3 وقت میشه، یکی در حالت اپیرت صدستگی نرخص خواه، دیگر در حالت مدفوشی دیونه، سومین در حالت عذر حیض. 3 حالت عذر میشه زن در تموم. تولد حالتی که فرزند آماده میشه. اگر حالتی که تولد کردستی وقتی نماز بامداده حالی کودک 10 دقیقه بعد حالی وای میشه تولد میشه همون نماز بامداده ایتا قضا میشه. همه در روز قیمت ترسان میشن. حالتی که سر تیفل میتوان انا همون حالت عذر میشه برای زن تموم. حالی که تیفل دورتره میشه و که تو همون نماز خوانی و بعد تیفل تولد میشه همون نماز ترسان میشن در روز. انا بجوز همین 3-4 عمل دیگر حالت هایی که میگیم هم بیمارون و میگه که نماز در حضر در خضر در بیماری در جوانی در پیری یگان چیده معوف نمیشه. یگان حالت بهانه نمیشه که من عذر دارم که امروز پاچه در میکنه 6 خون حال آنکه خواندن نماز راستا فرض است. پاچه در میکنه 6 خون بیمار خسته نمیتونه خیلیده خون وقتی که تماما در بستری به اشاره خون در سفری با خدانا قصر نماز بسته قصر ولیکن کوتاه کرده خونشه اما ای نماز بسته با اللهی که بسا دنیای آرام داد اللهی که بسا نفس دیکن داد هر دقیقه میلیاردها بار نفس میکشی ایسی کسی سون نمیکنی. یه روز بیمار میشی 10 دقیقه نیم ساعت پیرت میگذاره $1 میگیرن بطن مرکز میتین نفس سنئی میتین $1 قطعی. الله قدر مهربانه ای قدر نفس ها میکشن هیچ که ما اطول نمیگیم. وقت ساعت خود افتا میبره با ما فایده میاره محتاو میاره میبیاره فایده میبیاره شمال فایده خودش داره برد فایده خودش داره باران فایده خودش داره همه نعمتش برای ما ارزانی بپول داره. خود یه الله بزرگ خدمتگار ما و شما شده با همین گونه یک الله مهربانه میگه بنده امروز 5 بار با من صحبت کن من بخشنده مهربانم کل گناهات میبخشم میدارم که وسوسه داره شیطان. اما ما بندگان با میشینیم
مجبور بریم که همین 5 دقیقه وقت میره برای خواندن نماز. 5 دقیقه در انسان الحمدلله نماز میخونه، اما به خاطر 5 دقیقه همین خودمون بهانه میکنیم دیگر و دیگر باور کنیم معرکه میریم. وقتی نماز میشه خزه خاله ها مادر ها خواهر ها خزه نماز کنه، یک خانه گذر 2 کس یا 3 کس نماز میخونه. به نزدیکی مهمان شدیم همونجا بدیونی کمپیرای پیر هم باور میکنه کمپیرای پیر انمی خاله همون برای کمپیرای 6 پیر خزه نماز کنه میگه لباس من به نماز هست. در یک خانه مهمان شدیم کپه زد در هر یک همون اتازش عدل نوای توالت و مایه خط حولی نمیبروی ای خاله این های جد وانه خط آراد که ای بچه مول میرم میخونم. فکر کنه انسان 30 سال رفته است که نزدیک شده سی توشه ایله و چیه آخی نمی خاندان آمده دست خالی نامدی حتما دست باید هرچی باشه شرم میکنی دست خالی دادی. اگر مبادا دست خالی آمدی در چندی شرم قدم ادروی حتما با زبان و بخشش میپرسی خواهر جان میبخشی کیم چی همه خیلی بخونه شد و نتونستون دست خالی آمدم. وای در حال در روز قیامت توشه نداری چی میبری در دست؟ چی میبره انسان؟ این نعمت بهترین نعمت این نماز خوندن بهترین. اگر ما درباره نماز سالها حالی فقط ساعت سالها گپ زنیم او آخر نداره. این نعمتی هست که الله با بندش بهترین داده الحمدلله. لحامین دعا میکنیم پروردگار متعال با وقتی نماز ما را رحمتی الله رب العزت چند نماز خواندن با تو همسون و دیدن به همه خواهران و مادران نصیب روزی بگردان. پروردگار شنیده هایی که ما از جانب خودت این سخنهایی که به زبان امامت شنیدیم پروردگار عمل کردنش بر همه ما نصیب روزی بگردان. الله رب العزت صاحبان این خاندان به هر نیتی که این دسترخوان آماده ساختن خیرهاشان از قبول بسیار مراداشان حاصل بشن. پروردگار فرزنداشان همیشه تلاوت کننده قرآن و در عقلشان فهمایش قرآن نصیب روزی بگردان. در جسدشان پاهاشان در رفتن شریعت، دستهاشان در خیر و سخاوت، چشماشان در بینایی حرف قرآن، زبانشان در خواندن حرف قرآن، گوشهاشان در شنیدن صدای قرآن نصیب روزی بگردان. الله رب العزت دعا میکنیم همیشه در راه صراط المستقیم قدم زدنشان نصیب روزی بگردان. دنیا و آخرت براشان آباد بساز. گذشتگانشان رحمت و مغفرت بکن و بازماندگانشان گفتیم همیشه در راه صراط المستقیم هدایت کن. جمیع گذشتگان این منزل این مکان، جمیع گذشتگان ششتگان این خاندان، جمیع گذشتگان این محله و جمیع گذشتگان همه ما پروردگار رحمت و مغفرت کن. بازماندگان ما الله رب العزت عاجزانه دعا میکنیم خصوصا فرزندای ما را که ما زن مادریم عاجزیم. الله ما را در تربیت فرزند تنها مگذار. پروردگار فرزندهای ما را